سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. آرزو دارم که خوب و صحتمند باشین. بازم خوش اومدین به یکی دیگر از برنامه‌های معرفی اشعار جعلی منسوب به حضرت مولانا. امروز هم یک سروده دیگری را میخوایم به شما به خوانش بگیرم که به نام مولانا دست به دست میشه در شبکه‌های مجازی، ولی از مولانا نیست و از سروده از یکی از شاعران معاصر هست که خودم پیدا نکردم نام سراینده‌اش را. اگر دوستان میشناختن میشه که ما را همکاری کنن تا اینکه به معلومات ما هم افزوده بشه، ولی سروده از حضرت مولانا نیست و در هیچ یک از آثارش هم درج نیست. این سروده را میخوانم تا اگر جایی با این سروده مواجه شدین متوجه شوین که این سروده را حضرت مولانا نسروده و اگر کسی چنین ادعایی کرده بود متوجه باشین و در صفحات مجازی اگر به او سر خوردین میتونین که به او کسی که نوشته هم گوشزد کنین تا او هم متوجه باشه که این سروده از مولانا نیست. میگه از مست نپرسید به میخانه چرا هست، ترسم که بگوید که به آن خانه خدا هست. قاضی بزند هم سر و هم دست و زبانش، بردار بگوید که به خمخانه شفا هست. جاهل نرود در پیان خانه عشاق، زیرا پدرش گفته که در مکه صفا هست. او نیز چون آن عابد بیدین بگردد، بیچاره نداند که در آن خانه دوا هست. آن کس که کند سجده به دلدار خیالی، دیوانه نداند که در این کار خطا هست. من نیز شدم عاشق و در میکده رفتم، دیدم که به جز یار خدا هست و بقا هست. از باده بنوشیدم و گفتم که رضایم، زیرا که به میخانه عشاق خدا هست. از کسی که با سروده های مولانا آشنا باشه از اون رنگ و بویش هم میتونه تشخیص بده که سروده از مولانا نیست. باز هم خواستم چون دیدم در شبکه‌های مجازی به نام مولانا دست به دست میشه، خواستم ایره هم به معرفی بگیرم تا برای دوستان که سوی برداشت میشه برایشان بتونه کمک کنه و در شناخت شاعر این سروده هم اگر کسی معلومات داشت میتونه با ما همکاری کنه و کامنت بگذاره. ممنون هستم. تا برنامه دیگه، تا ویدیوی دیگه که یکی از سروده های دیگری رو معرفی کنیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر.